قربان جانم ننان جانم بخیر است در طرفای ما خوش آمدی اکا. تو اینجا چی کار میکنی؟ سمبوسه فرمایش دادن همه را آوردم. شما در اینجا چی کار میکنید اکا؟ مرا بلازی طهارت خانه ببر. اکا شما برای چی قصر رسیمین؟ آز استاد در طهارت خانه کار کردیستن. نه سمبوسه شما بردم آمدم اکا. آز در روز چند براریم عید میشود و میگن با اومد. خاموش باشه بلا. خوشحالا یگان که شیطانی نکن. کنی رفته بینیم با پولهای ما تو آنجا چیکار کردی کنی رفتیم؟ اکا میدونین چی گپ شد؟ پول سمبوسا ما امجا بگیرم برای مکه یگان جا یک نهاری کنیم دکسه. گوش کن. تو را همکارو بارد را گیردیم را میرویم. اینقدر من سیاره بی تقدیرم آزی بود در یکون بلا گرفتار میشم. شوکتی تو مرا با کجا آوردی لعنتی؟ خدا تو را رسوا کند. تو مرا با کجا آوردی؟ خدا تو را رسوا کند. خاموش باش. اکا با خدا راست میگمی. منم مونده شدم بیا بریم در ماشین دم بگیریم. تو چی میگویی؟ کنی طهارت خانه ساختگی انا استاد این نمیشه فوندامنت ریخته بودن کجا شده گم شده؟ خدایا توبه. من فکرم تای خاکش کردن اکا. نه کسی دوزیده برده است اکا. میشتیم آن را میارم. اکا و چیزی را که دوزیدن دیگه بر نمیگردن. در کجاست طهارت خانه؟ بیا من او رو یک تا زنم. او جای طهارت خانه رو با ما نشان میده. سلامت باشی. شام به سرم اومد. با یادم اومد. اکا طهارت خانه اینجا نیست. جایش را فراموش کردم. در پشت اون بنا است. مرا گوش کن شب. لبه اولی حضرت. با تو 3 دقیقه میبیم. خیر 3 دقیقه 3. اگر در این 3 دقیقه طهارت خانه را با من نشان ندی قبرهایت را در زنم. اکا این خیلی باشد وقت را از دست ندیم. بیا زودتر میرویم. انا ببین اکا طهارت خانه در آنجاست. من رفتم. اینجا گذار. های شفقتی به شفقت. خیلی شرف سازی. با فکرم خودت او قصاز نیست. اکا کانون چه؟ با پولهای داده من قمار بازی کرده ها؟ اکا به نام الله قمار بازی نکردم. من همین طهارت خانه را میسازم گفتم میسازم اکا. همه بیا طهارت کن اکا. خودت بیا اکا او بازی کن. ای خداوند زمین و آسمان شفای کامل نصیب کن به اکای کنان. آمین. آمین. خب کن. خدا تو را زند. شرم نمیکنی ها؟ برای طهارت خانه ساختم پول گرفتی رفته قمار بازی کردی. خدا جزایت را دهد. اکا این کار رو نکنید لطفا. این خیلی نکنید اکا. من از کلتکیلاس برای شما میراث شما اکا نقشه دارین که در دورین بیتون شورک ما تای بیتون کنه. این قند تبزن اکا. دوملادی ها امشب در خوابم در اومد. گفت که امانتی من هستی در دستی اکای کنان. امانت خیانت میکنی اکا. در شاهدی نمیکو شرف همین گپا گفته بود. مرا گوش کن. گوش کن. آن شخصی محترم را تو نامش را به زبان نگیر. زندگی تو حرام است. خدا تو را رسوا کند. گور کنه دو را. گورانه دو را. اکا بخشش حال بینمود و شما همش رو میگویم. من پولهای داده شما را در یک کار حلال دیگر صرف کردم. ادب شفقتی کارو بارد. تو گورانه دو را. ماشین را به کار درآور. اکا چیکار میکنه؟ نخود در بیتون آدم را گور کنه. اخلا یک چقری کنده درم چقری مرا پرتوه. اکا به حال من رحم کنه. این خربچه هایی که آی شبکت تو مرا آوردی بدام افتانده ها؟ اکا من خانم آوردی بد نیستم. نامرد باش و زنده باش. من رفتم. روزی من تو را میکشم.